العزیز الحمید. او برادر مخو گپی را سخنی را بگو که منفعت در دینت داشته باشه، در دنیای داشته باشه. بل این طور سوال باید بکنی. سوالای بی مورد قطعا نادرست است. بحث سوال پشتی سر می آید. الله تبارک و تعالی دیگه ادب اونجا نهی کرده که شما سوال نکنی از اون طور چیزایی که اگر واضح شود بازه شما غمگین میشه. از اون خاطر یک صحابی سوال کرد پدرم کجاست؟ پیغمبر گفت پدری در آتش. یک دم غمگین شد. نکو سوال. تو را ده چی گپ که پدرم کجاست؟ بس بگو که پدر تیر شده، الله مغفرت برش بکنه اگر مؤمن باشه. دیگر چی میکنی پشت عزیز؟ سوالای بیجا خوب نیست. اوی درس عظیم بود. با صحابه کرام و عظمت و قدر پیغمبر را فهمیده بودن و وقت مقام و منزلت پیغمبر را فهمیده بود. وقتی یه آیت آمد صحابه آنقدر احتیاط میکردن. یک صحابی میگه برای ابن عازب رضی الله عنه که به الله قسم وقتی که خب حاجت سوالم پیدا میشد دل میکردم که سوال بکنم بازم حیا میکردم، بازم میگفتم مصداقی آیت قرار نگیرم. تلاش میکردیم که کدام دیاتی بیاید دیاتی از پیغمبر سوال بکنه که ما بشنویم. اینقدر ادب رعایت میکردن با وصفی که اطور سوالی که حقیقت امر معلوم میکنه این ممنوع نیست. الله خود بر ما میگه فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در کدام مورد که علم نداره گشایش گری کی است؟ سوال است. این را باید بکنیم. لیکن امو سوالی که فایده نداره متعلق به مسائل دینت نیست او را بگذار. در مکتبا معلمای پیدا شده که شاگردا را در غم انداخته. این همیطور سوالا را کرده رویست. آلی معلم به خاطر که خدا فهمیده معرفی بکنه یک تعداد دیگه خب پیدا شده خودش ریاضی را نمیفهمه با سوال در شاگردا میده که حتما از یک معلم پرسان میکنه باز برم گفته شا. خودش تفسیر را نمیفهمه باز همیطور سوال میده. خودش کیمیا را نمیفهمه به شاگرد سوال داده رویست. نه به شاگرد خود سوال بده بالکل خوب، لیکن خودی تام تئوری بگی معلم صاحب خوب ایتو نکو که کلی بوجو باریتا سری شاگرد پرتی و شاگرد مکلف به انجام دادن ازو بسازی. این گپا باید بدانی اینطور نکنی. ام تريدون آیا شما اراده داری ان تسالو که سوال بکنی رسولکم پیغمبری خدا سوالای بیجا کما سئل مثل که سوال کرده شده بود از موسی علیه السلام من قبل و پیش از موسی علیه السلام سوال شد که ما قطع الله گپ میزنیم. باز بعد از او گفتن الله خدا بر ما نشان بده. نعوذ بالله. این مرتبه خدا در کجا میرسه که حالی تو این قدر وقی شدی که الله را هم تقاضا میکنی که ببینی. و من یتبدل الکفر بالایمان کسی که تغییر میده عوض میگیره کفر در مقابل ایمان، ایمان میفروشه کفر میگیره فقط ضل سواء السبیل یقینا این طور آدم گمراه شده از راه درست. راه درست اعلا کرده در راه غلط روان است. اشاره میکنه سوالای بیجا این کاری کفار است نعوذ بالله. مؤمن گاهی طور کار نمیکنه مقام و منزلت پیغمبر خودم میشناسه هیچ وقت به مورد سر پیغمبر انتقاد و اعتراض نمیکنه. از این معلوم میشه که انتقاد بیجا بالای پیغمبر چیست؟ کفر است. ایمان تقاضا میکنه که عظمت پیغمبر با تو چیست در ذهن داشته باشی و بشناسی که پیغمبر کدام شخصیت است. سوالای بیجا نکنی. ود کثیر من الکتاب باز الله بر ما میگه که این مردم همی سوالا را که میکنه منظورشان چیست؟ شما را در تکلیف انداختن. ای سوالا آلی در اینترنت ما و شما را بسیار سوالا میکنه یا نمیکنه در مختلف جهات ها. منظورشان نیست که مردم ها مصروف شود. آلی یک تعداد دیگه سر ما سوالا میکنه که بیا مناظره کنیم این روا میگی یا ناروا. ما را میگیره از حقیقت امر چی میکنه؟ دمی روزانه ورقا را از طریق شوراها روان میکنه. اول خو ورق چاپ کرده دما که ما مناظره کردیم چی شد؟ ملاهای نام نهاد شکست دادیم. خب باز میایه مردم چی میکنن که قطعا مناظره کنه با مردمی طور وانمود. خب میفهمنی که یا مصروف ترجمه قرآن است آلی که هر قدر بگویم بگوی قطعا آلی مناظره باز دیگه در مردم معرفی میکنیم که سعی کنه حاضر نیسته. مردم ها که آمدن ما خب برشان گفتیم ما گفتم آلی در روزه قطعا مناظره نمی کنیم. خب برشان بگو که بعد از این دمی اول جمعه میشینیم روزه تعیین میکنیم موضوع تعیین میکنیم. خب شمارش سفیدا که آمده ضمانت میکنه دیگه گپا شرطایش. خب بگذار یک شرط قطعش گفتم که شما ضمانت کنه که اما ما بای دادیم بس مریدشان جور میشیم. خب اگر وا بای داد
مسلک خود باطل اعلان کنه. اینمی طور مناظره میکنیم دیگه، رقم نه. ما این بیکار نیستیم که خط شما هر لنگی سفید بیا علمشان معلوم نیست، اخبرنا را اخبرنا گفته رایسته قط ما مناظره میکنه با مردم خود چی کلان معرفی میکنه، قط فلانی مناظره کردیم میگه اوه قدر کلان عالم است، اینقدر تو علمیتی ثابت کو، سندی تبیت چه معلومات داری، بعد از او بس قط ما مناظره کو. او دا چی مناظره کو؟ نزاع و جنگ ما تو دا عقیده است. تو بیا عقیده تا یک دفعه برای ما بگو چی رقم عقیده است، ما دا او سر انتقاد اعتراض دارم که مردم بدانه که دیگه تو را در مساجد هم ملا نگیره و مردم واضح شوه، او گپ شوه. در او وقت باز مناظره میکنیم. ود کثیر من اهل الکتاب، دوست داره بسیاری از اهل کتاب، لو یردونکم اگر باز بگردانه آرزو و آرمانشان است، من بعد ایمانکم پس از ایمان آوردن شما، کفارن با کفر. نه آرزویش است که شما را پس با کفر بگردانه، پس از اینکه شما ایمان قبول کرده، لذت ایمان چشیده، باز یا تلاش داره، انواع دسیسه ها میکنه. چرا اینطور میکنه؟ حسدا من عند انفسهم، از روی حسد. شاید این حسد به خاطر پیدا شده که عامل همی حسد شما باشه، از او خاطر یا قطتان ضد و حسد میکنه. نه، من عند انفسهم، اونطور حسدی که نشأت از کی میکنه؟ از نفس خودشان میکنه. من بعد ما تبینه، پس از اینکه خب واضح شده. شاید این حسد و ضد بازیشان از روی جهالت باشه، نمیدانه. نه، من بعد ما تبینه، پس از اینکه خب واضح شده، لهم برای از یا الحق، توحید الله، صداقت پیغمبر، صداقت قرآن مکمل برش واضح شده. خواه دلشان نمیخواه اینی قدر کفتا داره دلایشان. اینطور نیسته. معلوم میشه که تمامی بدبختی ها از کی پیدا میشه؟ از حسد. از کی پیدا میشه؟ ملا صاحبان که ما را رد میکنه از حسد، همونطور میکنه نمیکنه. خلاص او برادر، چرا اینمی عزت تو بگی؟ ما یقین دارم که تو خدمت کتاب الله را بکو، الله برات عزت میده. یقین دارم، برات میگم که عزت برات میده. خدمت حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکو، باز میبینی که ان شاء الله اینقدر عزتمند شوی که خود دمی تو لمس بکنی که بله خدمت کتاب الله و سنت رسول الله چه عزتمندی داره. الله نصیب ما بکنه. فاعفو واصفحوا، الله در اون وقت چی دستور میده؟ سعی کنی هر چیز برای خود موقع داره. این درس عظیم به ما و شماست بیادرها. امی اعتراض مردم خوب میکنه سر ما که میا او مولی صاحب وقتی رفع الیدین نیست، وقت یهود و نصارا آمده. این خوب سوال است. بهترین ما بس سر رو چشم میپذیرم که بله وقتی رفع الیدین نیست، چرا یهود و چی آمده؟ نصارا آمده. خو امی اعتراض وقتی سر ما برابر میشه که اول دفعه تو در ترجمه آمدی، من تو را گفتم که رفع الیدین کو بیادرکم. اگر بی رفع الیدین کدی در ترجمه ما شریک شو، اگر نکدی نشو. ما خود یک نفر تعالی را میتور گفتیم؟ نگفتیم. یکی گپی دا بالکل بسر و چشم قبول دارم. امی یهود نصارا تنها به ما آمده یا به تو ما آمده؟ ما خو انشالله در ترجمه قرآن امو چی برشان میگه؟ ایلکیشان ازو میکشم. چی میگه؟ چلوزافشان بگوی ازو میکشم. اینا گفته رو ایستم. امی آیتا چی میگه برای ما؟ ما خو گفتم که او مردم یهود و نصارا دوست نمیشه. اینی دستیسیش، اینی کارش. خواهی تو ملا خواهم یک دفعه سرک کتاب بخور، یک دفعه خواهم ترجمه همی آیت ترجمه که به مردم. خب یهود و نصارا موقع جهاد است. همی جهاد تنها به ماست یا به تو هم است؟ تو را هم خود ندیدم که در سری بندا بگردی. همی رقم بلکه بگوی تابع آجی صاحب و وکیل صاحب هستی که همی آجی صاحب و وکیل صاحب صدا کنه نیم چی را بگو یک آستین در خانه میپوشه، دیگه آستینش بیرون که وکیل صاحب صدا کرده. همینطور نیست؟ راستانه بگو. خب یادرکم حالی همی گپا که آمده تنها به ما آمده یا به تو ما آمده؟ ما خو کسی که رفع الیدین میکنه کسی است که او توحید یاد گرفته، او محبت پیغمبر در قلبش جا گرفته، او پشت ازی میگرده که مولوی صاحب ما دیگر نماز اینمی قدر ادنا مخالف طریقی پیغمبر باید نباشه انجام میدم. ما قربانی سری سنت رسول الله میدم. چرا این سنت چی است؟ مرده است. تعالی را کسی یادش نکده. او طور مردم این رفع الیدین نمیکنه، این طور مردم نمیکنه که تعالی را نه عقیده یاد داره نه چی. و هر جا ان شاء الله مبارزه مقابله با این فرهنگ های مبتذل از طرف کیست؟
از طرف کسی است که قرآن و حدیث پیروی میکنه. یادت باشه. خب اینجا قرآن برای ما میگه موقع را هر چیز برای خود تاریخ داره. پیغمبر علیه السلام زمان اولی دعوت است، یهودا میدونه که همین قدر دسیسه و دسیسه بازی میکنه، پیغمبر خود مشغول یهود بکنه؟ نه. اونجا دشمنی سرسخت که الله را قبول نداره قطعی از او میزنه. از امو خاطر یکی از تاکتی های خیلی پرمهارت پیغمبر چی بود؟ که در مدینه منوره رفت پیمان صلح را با یهود چی کرد؟ امضا کرد. چرا در دو جبهه جنگ کرده؟ نمیتونست. ما واره نبود که قطعی جبهه جنگ قطعی کلگی واس کردیم. نه مولا را ماندیم، نه قاری را، نه پیر را، نه مذهبی را، کلش. اینجا ما از مهارت کار نگرفتیم. خب نمیشه، ما مجبور هستیم که جبهه جنگ چی کنیم؟ واس کنیم. پیغمبر علیه السلام مجبوریت نداشت، حکومت قوی نشده بود، نصرت و امداد زیاد نبود، امکانات قطعش نبود، او طرف دشمن خیلی قوی بود. از او خاطر میفهمید که دسیسه ها و گفتارهای یهود از مرمی کده زیاد چیسته درد داره، خب لیکن روزش نیسته. از امو خاطر در ساعتهای اول الله به پیغمبر خود امی دستور داد فعفو واصفحو، عفو بکنید، درگذر بکنید، نادیده بگیره، بشنوی گپا را خو میشنوی، واصفحو، ملامت هم نکنیش، روی از پیشش بگردانی، هر چی که میگه. ما الحمدلله عالی همونطور هستیم. ما به می مردمایی که علیه ما تبلیغ میکنه، ورق چاپ میکنه، ما تالی را یک ورق میتونیم که یک ورق چاپ کنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ نه، ما میگیم بگذاره که ورق چاپ کنه، تبلیغات کنه، بگویا. ما ترجمه خدا پیش میبریم. چی میکنیم؟ ترجمه خدا پیش میبریم، درس حدیث خدا پیش میبریم. و هر چی که میکنه بکنه، ما انشالله سرش کم عمل میکنیم مطابقی امو صلاحیتی خود. پیغمبر الله را همینطور گفته بود حتی یاتی الله بیامری، تا که آمدن کنه الله به فرمانی خود. فرمان جهاد که باز آمد، باز دیگه مقابله کو. آمد یا نه آمد؟ بنو نذیر و بنو قریظه مکمل چی شدن؟ قتل شدن. بنو نذیر جلاوطن شدن یا نشدن؟ فرمانشان رسید. وقت داره برای خود هر چیز. این مردم بگویا. من یقین دارم روزی شوه که امی ملاها از مسجد از زمین دستش بگیره مردم که بخی که 30 سال گوشت قاقی مرا تو خوردی، بخی که نان مکلفی من خودم دمو گوشت پیدا نمیکردم، نوبتی تو یک هفته بعد میرسی تبا کردی مرا. پیسه را مرا مصرف کردی. اولادم کلمه طیبه را معنیش از تو یاد نگرفت، خودم نماز طریقیش از تو یاد نگرفتم، پس از سلام دور دادن استغفرالله را 3 دفعه از تو یاد نگرفته. این از دانی تبلیغی یاد گرفته، موندنیت نیستم. الا بگی که اینجا جایت نیست. انشالله این وقت آمده شده، ای گپ شده، خوب واقع شده. در یک جای در ترجمه نفر شیشته بود، خیلی آدمی رسوخدار بود. همینطور که پس رفته پیشین بوده، ملا صاحب که جماعت داده، گفت ملا صاحب نمازت خلاص شد؟ گفته دیگه چیز نمانده؟ گفت نه. گفت بخیر، بعد از امی ساعت تو رخصت هستی ملا صاحب، برو بخیر خیر ببینی. گفت چرا؟ گفت بس است دیگه، کم ظلم سر ما نکردی ملا صاحب. کم ظلم نکردی. این میراب دیگه کونه شد، این میراب صدا میکنه که جای تو دیگه اینجا نیسته. ما کسی را میاریم که قرآن اینجا برای ما درس بگویه، او بیچاره خود قرآن یاد نداشت دیگه، بسته که بستری خدا، بسترها را بسته میکنه. او تا وقتی که کارم نکردیم کامیاب نمیشیم، واقعا نمیشیم. او مسئولیت خودم در پیش الله بگه پوره نکردم. میره یاد داشته باشه بزرگترین امری که خیلی امید برش داریم در عبادات کیست؟ نماز خوب بخوانیم یا موافق سنت بخوانیم یا خلاف سنت؟ موافق سنت. این مرکزم است، مرکز عقیده، مرکز قمنده، مرکز تعلیم، مرکز شورای، کل مرکزهای ما کیست؟ مسجد. در مسجد صلاحیت کسی داشته باشه که خیرخواهترین مردم ها باشه، دلسوزترین مردم ها باشه، فامیده ترین مردم ها باشه، که من بگروزم و از بدامن ماکم بگیره که بشی که یک رکو ترجمه کنیم باز برو نمیمانم تا اونو تو را آدم باشه. اوی سرحد در این سرحد میرسه انشالله. این مسئولیت داریم. حتی یاتی الله، تا که آمدن کن الله بامری، به امر خود. ان الله علی کل شیء قدیر. روز اول ای جماعت کمک
که در جای میره مردم واره میزنه، از مسجد میکشه، لطوکوب میکنه. همونطور است یا نه؟ برای شما میگه که فعفو واصفحوا. در مسجدا که میره که رفع الیدین کرده مردم بد سعی میکنه، غم 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 میکنه، باز از اون طرف دیگهش میگه که نمانی، دیگهش یک چپلق میزنه. تا خیر است، خیر است، آرامی کده برای، آرامی کده برای. اینطور فکر نکو که ساعت همیشه است. روزی فرا میرسه که الله تبارک و تعالی قدر بری تو بده که مردم اول لنبر در سر مجلس تو را بشانه و بگویه که الله تو را خیر بده، ما خود در بدر خاک بسر بودیم، تو بودی که برای ما راه حق نشان دادی، تو باعث شدی که ما را واقعا سرنوشت دینی ما را برابر کردی. از او خاطر باز قدرت میکنه. یقین بکو اگه از پیشت پیش شوه در مجلس ها همینطور عزتت میکنه. خو امروز روزش نیست، امروز فقط باربر جور کو خدا، بس که چیزی میگه بگویه. اوی امید داشت که روز فرا میرسه. چرا میرسه؟ ان الله یقینا الله تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره. قدرت نداره که حاکمیت نصیب تو بکنه؟ در صورتی که تو حق باشی، پابند دین باشی، بالکل میکنه. ما یقین داریم. خود تا او وقت از کدام شیوه کار بگیریم، رابطه تا با الله قطع نکو، با مخلوق الله قطع نکو. رابطه تا با الله برقرار بساز، عاجزی کو. کدام کاروایی خدمت که از تو گرفته میشه سینه را نزن، بگو الله احسانی توسته و مخلوق هم اعلان نکو. خب همینطور هماهنگی و موافقت در بین مردم پیدا کن. و اقیم الصلاة فی الحال، قایم کنی نماز طوری ادا بکنی که تمامی آداب، شرایط، سنن، مستحباتش مراعات شوه. خشوع خضوع در وقت اول با جماعت باشه، مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه. چرا؟ این روحی تو را قوت میبخشه، نیروی تو را دیگه پخته میسازه. در این تسلی برات پیدا میشه. پیغمبر که غم سرش می آمد، خونجیگری می آمد، تکلیف می آمد، شروع به چی میکرد؟ نماز. تو هم که تکلیف سرت میاد شروع به نماز بکن. و آتو زکات، بده زکات. اگر مال داری سال سرش تیر شده، هر مقداری که او را حتما بده بکش. چرا؟ به خاطری که دعوت بیمال شده نمیتونه. و ما تقدمو، این را چی میکنی؟ حالی وقت واده است که اینطور کارایی بکنی که مردم جلب و جذب به طرف خود بکنی. هر کاری نیک و عملی نیکی که تو پیش میفرستی، و ما تقدمو، آن چیزی را که شما پیش میفرستی، لانفسکم، برای نفسایتان، من خیر، اگر اینی قدر خیرم باشه. خیر چی را میگه؟ هر کاری که موافق قرآن و حدیث باشه. او را چی میگه؟ دیگه هر خیر ولو که کوچک باشه که تو پیش برای نفس خود میفرستی، حتما بدلش کی برات میده؟ تجدوه عند الله. کاری خیرتا در پیش الله پیدا میکنی. کمی کمک کار باشه. چطور خوب میشه که در روز قیامت همینطور نشسته باشه پیش الله و همون پولی که در کاستر داده کاستر استاد باشه، که برای تو الله نشان بده که پول در کاستر میدی. چرا میدی؟ بچه خالیت میاره در توی یا بچه مامایت؟ هیچ کسی قطعش رشته نداری به خاطر رضای الله خواهرار از نقطه دور در ترجمه قرآن بیاره. اونو را میابی تو، بالکل میابی. اینو طور پولی آدم مصرف شوه، خدا اینی طور جای مصرف شوه که همونجا خو همی گردنیت خو بالا باشه که یا الله به خاطر خدمت کتاب تو ما قربانی داده. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، بما تعملون، به هر کرداری که شما انجام میده، کاری که انجام میده، بصیرون، بیناست، ضایع نمیکنه هیچ چیزی تو را. یک امر تو را الله ضایع نمیکنه. اگر کس ببینه اگر نبینه، پټی کده موتر گرفته کسی رم خبر نکده، به مولوی مصطفی از طریق دیگه کس پول روان کردی و ایرام گفتی که مولوی مصطفی را نگو که فلانی داده، فقط پیسه یک موتر داده، نگو که مردم ندید. ختم که میکردم خوب میشد که وکیل صاحبا میگه خیر ببینی حاجی صاحب خب ختم گرفته بودی، هر پنجشنبه بگی. نه، اگر کسی ندیده خو الله دیده. چی کی دیده؟ و قالوا لا يدخل الجنه، دیگه نعوذ بالله دروغ پردازیشان بیبی. یا اینقدر مردم انحصار طلب هستن، اینقدر مردم قوم پرست هستن که دیگه را خوش نداره که در جنت باشه. میگه ما باشه، ما نه، ما اوطور نیستیم. و میگه در جنت غیر از یهود دیگه داخل نمیشه. نصارا چی میگفتن؟
او مردم لافای بی جای نزنه بی دلیل و بی سند گپ نزنه بی که در میدان چی داره. بسیار درسی عظیم است در اینجا در آیتا. امروز به می مرض مسلمان های ما مبتلا شده. حنفیا میگه امامی ما امامی اعظم رحمت الله علیه است، تابعی را صحابی را دیده از دروغ میگه. میگه نمیگه دیگه از اون طرف میگه 40 سال نمازی صبح و وضو خوب 40 سال مخالفت پیغمبر کرد نعوذ بالله. در کعبه داخل شد قرآن به یک پای خواند. این عبادت است؟ به یک پای ایستاده شدن عبادت است؟ خلاف طریق پیغمبر است. امام ابو حنیفه خلاف سنت عمل میکرد. خوی مردم ها چی میگن؟ شافعی بخیزه که بگوه در نسب پیغمبر است امام شافعی رحمت الله علیه. ما امام مالک صاحب پیروایش میخیزه کسی که در پالی روزی پیغمبر درس حدیث گفته او حدیث در مقابلش است که اگر کسی زمانی برسه که مردم چیست است سینای شترای خود لنگ زده میرن سفرا میکنه و مثل عالم مدینه واری عالم پیدا کده. در مورد سه امام واقعا امی یک حدیث در مورد امام مالک رحمت الله علیه تقریبا بالکل صادق است سرش. دیگه هیچ امام از پیغمبر حدیث نداره. خو یکی چسباندن است، یکی از خود جور کردن است از نعمان و سراج امتی. نعمان چی است؟ چراغ امت. دیگه چی میگه؟ در امتی ما یک ملا است او تقریرایش باز ببینه. یک ملا است در مزار باز چی میگه که یک دروغ میگه که پیغمبر گفت که در امتی ما یک کسی پیدا میشه اینی طور نام داره که این طور میکنه. بیان کده این بدبخت تا دیر حدیث هم نمیشناسه که حدیث صحیح و بگه ضعیف داره، حدیث موضوعی داره، تفکیک بکنه. این گپار هم نمیدانه. مردم فریب داده رایسته. نکنه قرآن برای ما میگه نکنه، لاف نزنه، لاف میدان سعی کنه که در میدان چیست. او از او خاطر رد میکنه بالا یهود و نصارا. و قالو گفتن لا يدخل الجنت، هرگز داخل نمیشه در جنت الا من کانه، مگر امو کسی که هست هودن یهودی او نصارا. نصرانی ها میگفت هرگز در جنت داخل نمیشه مگر کسی که نصرانی باشه. در آذری که لیست یهودی گرفته شده میگه نمیاد جنت بره. در نصرانی ها امروز مسلمان های تذکیره امام هم اونطور فکر میکنن. نه، قرآن جواب میده تلک امانیهم، این خیال پلوای از یاس. چی است؟ این میگه خیال پلو آدم. خو بی خدا خوش کو، گپای دل خوش کننده این میره مردم میگه که خدا دلت خوش میکنی او حالان که حقیقت وجود نداره. امانی سخنای چی را میگه؟ بی دلیل، بی بنیاد. مردم این تعبیر با آرزوها با چی؟ خیال پلوا میکنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام هاتو برهانکم، دعوا کی داره بیاره دلیل تانه که بله غیر از یهودی در جنت دیگه کس داخل نمیشه، غیر از نصرانی دیگه کس داخل نمیشه. بیاره ان کنتم صادقین، اگر راست میگه در دعوایتان. ایگه پس کجا میگه؟ الله میگه بلا، چرا نه؟ این گپی که شما میگی طور نیست، این طور نیسته که شما میگی. من اسلم وجهه، قاعده و قانون اینجا وجود داره. من اسلم، کسی که خدا تسلیم کرده به وجهی، به ذات خود. چی مانا؟ در عمل، در عقیده، در تمام کردار و گفتار، در حرکت و زندگی، در بیداری و در خو، در تمام زندگی خدا تسلیم کرده به کی؟ لله. اینی را بندگی میگه. کسی که مکمل خدا تسلیم کرده به الله، فرمان الله را به گوش و دل میپذیره، وقتی نماز میشه نماز میخونه، وقتی خو میشه خو، وقتی خوردن، وقتی نوشیدن، همه امور مطابق دستوری کی انجام میده؟ الله انجام میده. اینی را اسلام میگه. دین یک دین دانیم به نام کی؟ ابراهیم خلیل الله که دعا میکنه امی اسلام طلب داره، امی رقم اسلام، امی رقم. در درود شریف که در قاعده میری که کما صلیت علی ابراهیم، این گپ در ذهنتان بیاری که ابراهیم کدام کس بود، اولادش کدام کس بود. تسلیم به الله که گفت اولادی تعلال کو، بس آماده است. که گفت زنی تا اینجا بگذار قطعی طفل دیگه تو برو در دعوت، امونجا مانده. اگر برش گفت که مناظره قطعی فلان کو، اگر گفت که پدر ترک کو، اگر گفت که قوم ترک کو، کلش انجام داده. پشتی سر میآید کارکردگی و کرداری کی؟ ابراهیم خلیل الله. اینی را اسلام میگه. این را نمیگه که دیگه وقتا تکبیر اولا میگه آجی صاحب اینی قدر تسبیح داره. خود روز توی
پیسه ساز و سرود خودش میده. اما تو رسانه چند قدم قطش بیرون هم کمرای سازنده میره که خفه نشوه. خب ملا صاحبه چی طور میکنه؟ ملا صاحبه در تکسی میبره، در موتری خود نمیبرشه. باز اونجا از هم غرفه گکی کشید، باز در کیسه ملا نمیشه. در سازنده موتر میگیره بریزی نمیشه. در پاکتکی سفید دیار جمع کرده کنه کلش جمع میکنه 500 روپا نمیشه و در جیب کی میده؟ بگوی ملا میده. خود سازنده که ساز کرده، سازنده را که 25,000 بده $500 حق نق و پک میکنه. ما به این آمدیم، دکان داریم، آلات اسباب داریم، به این نمیشه. 100 دیگه اضافه نمیگیره که $1,000 نده خوش نمیشه. باز اینجا چی میکنه؟ این خودش یک کمی ما کمی میکنه، بچه کاکا خیز میزنه $100 او میده، بچه ماما خیز میزنه $100 او میده. یاد اینی اسلامی ماست. این اسلام نیست. اسلام کسی است که در هر شعبه تسلیم به الله باشی. نگویی که یک روزی خوشی دارم یک روزی خوشی دم یک روزی خوشی الله تو را امتحان میکنه. تو دیگر از تکگیری ولا میگی امروز حکم الله را در کجا مانده؟ تو مسلمان نیستی؟ در غم و در خوشحالی تو باید مسلمان باشی. فکرتان باشه که مدیرای شیطان جور نشه. مدیرای شیطان نمیشناسی؟ ها؟ کسایی که نمیتور بدعتا و کارهای ناروا را چی میکنه؟ بگوی تقویت میده. اما آدم در غیرت میره. اگه تو نمیتونی من میارم پیسهش من میدم. نکو خدا در بدر نکو. و هو محسن، کسی که تسلیم به الله است. خود تسلیم شدن به الله برای خود عمل و کار داره. او عمل و کار کردار چی شرایط داره؟ و هو محسن، در حالی که محسن باشه. محسن دو ترجمه است. مخلص باشه، کاری خدا به خاطر رضای کی انجام میده؟ الله. دوم عملش موافق سنت کی باشه؟ رسول الله. فله بیت آدم اجره، اجرش است، پاداشش است. اینی آدم لاف بزنه عند ربی، به نزد پروردگارش. ولا خوف علیهم، نیست ترس بالایشان، چرا که همه مامورات الله را انجام داده از منهیات خدا نگاه کرده. ولا هم یحزنون، غمگین هم نیست. کدام چیزی که کشتکار به درد میخورد مکمل او را انجام داده، غم نداره. معیار چی شد برادرها؟ خود تسلیم به نظام الله و عمل موافق سنت به اخلاص ادا کردن، این سببی کیست؟ کامیابی. پس کسی که دعوا داره و این گپا را نداره، دعوایشان راست است یا دروغ؟ انزو خاطر بیا لاف از حنفیت نزن، از شافعیت و حنبلیت نزن، لاف ازی بزن چقدر به نظام الله تسلیم هستی، چقدر کاریت به خاطر رضای الله است و چقدر موافق نقشه رسول الله است. باز بعد از لاف بزن. الله ما را در این خط در این شق سوم داخل بکنه. لاف زن نباشیم. ما الله توفیق عمل نصیب بکنه. دعا میکنیم که الله تبارک و تعالی ما را مؤمنای واقعی بسازه. الله تبارک و تعالی او شرایطی که برای دخول جنت الله وضع کرده، الله او شرایط در ما پیدا بکنه. اعمال ما، طاعات، عبادات ما با نقصان و با کمی و کوتاهیش الله مقبول بگردانه. خصوصا در رمضان صدقات و عبادات و طاعات و تلاوت های کل مسلمانان را عموما و خصوصا از حاضر مجلس ما را الله قبول و منظور بگردانه. کل مشکلات مسلمانان را عموما و از حاضر مجلس ما را الله خصوصا مشکلاتشان حل بگردانه. الله ما را از انحراف و گمراهی نگاه کنه. الله عزتمندی مسلمانان را نگاه کنه. الله مسلمان سرفرازی نصیب بکنه. قانون خود الله در کل سرزمین اسلام عموما و در این وطن ما خصوصا الله نافذ بکنه. ما را خوشحالی به این نصیب بکنه که وطن ما با هم برادر شود، جنگ جدل نباشه، قوتای خارجی نباشه، کلگی با هم برادر زندگی بکنیم. الله همونطور فضای صلح و امن و اسلام بر ما باز بگردانه. اگر چه ما لیاقتش نداریم الله احسان سر ما بکنه. ما را توفیق بده که اسباب امن در جان خود پیاده کنیم، عملی کنیم که الله امن بر ما نصیب بکنه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.